حضرت امام احمد یک سخن زیبایی را از پیغمبر بزرگوار اسلام برای ما و شما بیان کرده است که حبیب خدا میگه الصوم جنه. پیغمبر بزرگوار اسلام میگه روزه سپر است. انسان یک سپر و یک چیزی را برای حمایه خود میگیرد. روزه انامین برای مسلمان یک سپر بوده است، یک حمایتگر بوده است. یستجن بها العبد من النار. میگه روزه وقتی مسلمانی که روزه واقعی میگیرد، حبیب خدا میگه روزه حقیقی میگیرد، این روزه او را از عذاب آتش دوزخ نگه میداشته است. ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. روزه ماه مبارک رمضان وقتی روزدار معده‌اش خالی میماند، گاه بوهای بد از دهان میآید. این بوی بد نیست. پیغمبر بزرگوار اسلام میگوید این بوی دهان روزدار پیش پروردگار از مشک، از عطری قیمت ترینی که پیغمبر بزرگوار اسلام مشک در اونجا استفاده میبرد، از عطری خوشبوی ترینم پیش الله این بوی زیبا دارد دهن روزدار. و تستغفر الملائکه للصائمین حتی یفطروا. میگه وقتی روزدار ماه مبارک رمضان سحرگاهان با دمیدن صبح خوردن و آشامیدن را بس کند تا نماز شام، ای مسلمان تو در مسجد و در بازار و در کار هستی، ملائکه ها در حق تو پیش پروردگار در حبیب خدا میگوید طلب بخشش میکنند. ملائکه ها از نور خلق شدند. فرشتگان هر روز رمضان از سحر تا نشستن آفتاب در حق ما دعا میکردند، طلب استغفار. پروردگارا این بنده روزدارت را گناهش را ببخش. شاید خودمان دعا نکنیم اما فرشتگان در حق ما دعا میکنند. لا یعصون الله ما امرهم. فرشتگان هیچگاه گناهی درگاه پروردگار نمیکنند. اونها از نور خلق شدند. هر روز در حق ما دعا میکردند. للصائم فرحتان. حبیب خدا میگوید روزدار دو خرسندی دارد. همین روزدار ماه مبارک رمضان دو خرسندی دارد. یکم خرسندی پیغمبر بزرگوار اسلام گفتن عند فطری، وقتی گرسنه میماند، تشنه میماند، بیگاهی میشود، وقتی که تقویم نگاه میکند یا صدای اذان میشنود، یا وقتی روزه در آمدن، وقتی افطار در آمده است، قطره آب به دهان میبرد، لقمه نان میبرد، خرسند میشود که پروردگارا معده‌ای که برای نوشیدن و خوردن تو خلق کرده بودی، خداوندا من شکر میگم که باز برای من اجازت خوردن و آشامیدن دادی. این حالت خرسندی بده است. دوم خرسندی که از تمام خوشی‌های زندگی به بالاتر است. این خوشی در دنیا، این سعادت وجود ندارد برای روزدار. وقتی جسدی او با مرگ روپرو می شود، وقتی این دنیا را ترک می گوید، وقتی دوم باره در آخرت زنده می شود، عند لقاء ربه، وقتی جمال پروردگار را می بیند، وقتی با پروردگارش با این روزه و نماز تراویح و با ختم قرآن روپرو می شود، خرسند می شده است که پروردگار همه ما و شما را، گذشتگانمان را، دیدار جمال پروردگار را نصیب گرداند. این بزرگترین خرسندی برای روزدار ماه مبارک رمضان است. حضرت ابو هریره درباره سخیری رمضان یک حدیثی را از پیغمبر خدا روایت کردند. ابو هریره میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بزرگوار اسلام شنیدم که گفت من لم یدع قول الزور. خوب این حدیث پیغمبر بزرگوار اسلام گوش کنید. کسی که تهمت و سخنهای بیهوده را در رمضان تر نکند، فلیس لله حاجت ان یدع طعامه و شرابه. زبانش را از حقارت و تهمت و دشنام نگه ندارد، خدا هیچ به گرسنگی و تشنگی احتیاج ندارد. یعنی فقط از روزش همون تشنگی و گرسنگی را حس کرده است، تمام ثواب روزه را دیگر نمیگیرد. برای همین برادران مسلمان زبان هامون خوب نگه بداریم در ماه رمضان.
نکنیم یک کس از ما اذیت ببیند، نکنیم یک کس را حقارت کنیم، نکنیم کسی را دشنام دیم. فلا یسفز ولا یجهل، سخنهای بیهوده و فحشتر نکند. اگر میگه یک انسان روزدار است و نیمرون قاتله او شاتمه، یک انسان اومد حقارتش کرد و میگه پیغمبر بزرگوار اسلام دشنامش داد، در جواب تو دشنام نتی، فلیقول این صائم. دو بار میگه پیغمبر بزرگوار اسلام یا آدم حقارت دشنامش میگه برادری مسلمان من روزدارم، در عوض میگه حقارت دشنام نکند. بغیر روزرم برادران مسلمان حقارت و دشنام حرام است. عبدالله ابن عمرو میگه که حبیب خدا میگه الصیام و القرآن یشفعان. همه ما در دعامون اگر اهل علم و علما و بزرگامون اگر ببینیم چی در تاریخ تا امروز یا مستفیدهای نورانی را ببینیم همیشه دعا میکنن، میگه خدا از شفاعت پیغمبر خدا ما را در دنیای آخرت نصیب بگرداند. در برابر شفاعت حبیب خدا دو شفاعت بزرگی دیگه هم داریم، یکی شفاعت رمضان، یکی شفاعت قرآن. روز قیامت میگن این رمضان پیش خدا زبان میبرآورده است، میگفته است ربی منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فی. پروردگارا این بنده‌ات را در روزهای رمضان من از خوردن و آشامیدن و هم بستری عملهای شهوانی با همسرش منع کردم، به خاطر تو این عملها را انجام داد. خدایا من را سبب بگردان که این بنده را شفاعت کنم. قرآن می گفته است منعته النوم باللیل. پروردگارا من در شب ای را منع کردم، قرآن را تلاوت میکرد، نماز تراویح میخوان، ختم قرآن گوش میکرد. فشفعنی فی، الله اجازت بده که من را شفاعت کنم. پروردگار اجازت میداد از قرآن و رمضان در برابر شفاعت حبیب خدا شفاعت میکردی. حبیب خدا میگوید افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. بهترین نماز، بزرگترین نماز بعد نماز شب، بعد نماز فرض، 5 نماز فرض نماز شب است. علما میگویند یکی از نمازهای شب همین نماز تراویح است. حبیب خدا میگه من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیله. کسی با همراهی امام نماز بخواند تا نماز تیار شدن با همراه امام باشد، شب دراز اگر خوابم برود نماز شب در نامه اعمال وی کتابت میشد است. یعنی این نماز تراویح برادران مسلمان، کسی نماز تراویح اگر با همراه امام میخواند تا تیار کردن شه، اون نماز ثواب نماز شب میگرفته است. حضرت امام ابو حنیفه بارها درباره این مرد بزرگ، این شخصیت اولیاء و بزرگ ما بیان کردیم. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما، ابو حنیفه ابن نعمان. حضرت امام ابو حنیفه میگه اکثر ما کان یختم القرآن فی رمضان. از همه بسیار وقت قرآن خوانی همیشه قرآن میخواندند.